اگه یه بچه جلوی چشمت بچهای دیگر رو تیکه تیکه کنه بازم میگی معصومه؟ قرار امشب برگردیم به یکی از تاریک‌ترین و ترسناک‌ترین ماجراهای خراسان قدیم، ماجرای پسر سنباد، یار نزدیک ابو مسلم و قتلی که نیشابور رو تو وحشت فرو برد. قتلی که آخرش به اعدام خونین ختم شد. سلام، به کانال ایران سرا خوش اومدید. ببین، قصه بعد از کشته شدن ابو مسلم خراسانی شروع میشه. سال 137 هجری قمری، مردی که خراسان رو گرفت و عباسی ها رو سر کار آورد. به دستور خلیفه عباسی یعنی ابو جعفر منصور تو بغداد به قتل رسید. سرش رو جدا کردن، بدنش رو انداختن تو دجله. همینقدر بیرحم. یکی از یارای نزدیکش مردی به نام سنباد بود. سنباد مردی تندی بود، خشمگین. وقتی خبر کشته شدن ابو مسلم رو شنید آتیش گرفت. قسم خورد انتقام بگیره. تو خراسان شورش کرد. گفت خون ابو مسلم رو زمین نمیمونه. شورش بالا گرفت. شهرها یکی یکی ناآروم شدن تا رسید به نیشابور، همون شهری که الان هم اسمش لرزه میندازه. سنباد اما زیاد دووم نیاورد. سپاه خلیفه دنبالش افتاد. یکی از فرمانده ها به نام جهور ابن مرار عجلی تو نزدیکی قمص راه رو بست و در ری جنگ شد. سنباد فرار کرد اما کشته شد. سرش رو بریدن و فرستادن برای منصور. اینجا قصه تموم نشد، تازه تاریک‌تر هم شد. سنباد یه پسر داشت. اسمش تو بعضی نوشته ها فیروز اومده. بعضی جاها گفتن اسمش روشن نیست، ولی همه روی یه چیز توافق داشتن، اینکه اون پسر بچه‌ای عادی نبود. بعد از کشته شدن پدرش، فیروز با مادرش تو اطراف خراسان پنهان شد. کینه تو دلش بزرگ شد. میگن بارها گفته بود همتون باید تاوان پس بدین. چند سال بعد اوضاع آروم شد، اما یه روز تو نیشابور اتفاقی افتاد که شهر رو تو شوک فرو برد. فیروز با چند تا از بچه‌های همسن خودش بازی میکرد. پسر یکی از حاکمان محلی هم بینشون بود. بازی ساده بود، خاکبازی، دویدن و خندیدن. اما وسط بازی یه دفعه حال و هوا عوض شد. میگن فیروز یه چاقوی کوچیک با خودش داشت. اولش کسی جدی نگرفت، بچه بود دیگه. اما یه لحظه بی هشدار چاقو رو فرو کرد تو شکم یکی از بچه‌ها. صدای جیغ، خون و بچه‌ها فرار کردن. اما اون ول نکرد. دومی رو زد، سومی رو زد، چهارمی و همینطور پشت سر هم. بعضیا گفتن حتی صورت یکی رو برید. اونقدر سریع و بیرحم که هیچ کس نفهمید چی شده. تو فکر کن یه بچه با چشمای آروم این کارو بکنه. اگه اونجا بودی جرأت میکردی جلوشو بگیری؟ مردم دویدن گرفتنش. دستاش خونی بود، لباساش خونی بود، ولی صورتش آروم. میگن حتی لبخندم میزد. پدر یکی از بچه‌ها همونجا میخواست خفش کنه، اما نگهش داشتن. گفتن باید تحویل حاکم بدین. حاکم نیشابور وقتی فهمید یکی از اون کشته ها پسر خودش بوده دیگه رحم معنی نداشت. میگن فیروز رو بردن وسط میدون بدون اینکه سنش براش سپر بشه، چون اون زمان قانون سخت بود، مخصوصا وقتی پای خون پسر حاکم وسط باشه. بعضی روایت ها میگن اول شلاقش زدن، بعضی گفتن مستقیم حکم اعدام دادن. نوع اعدامش هم ساده نبود. تو میدون جلاد شهر که اسمش تو بعضی منابع بکر ابن عبدالله اومده دستور گرفت گردنش رو بزنه جلوی چشم مردم، جلوی خانواده هایی که بچه هاشون تو خاک بودن. میگن وقتی زانو زد هیچ التماسی نکرد، فقط یه جمله گفت: پدرم تنها نموند. بعد شمشیر بارا رفت و پایین اومد. سر از بدن جدا شد. میدون پر از سکوت شد، اما وحشت تموم نشد. چند روز بعد مادر فیروز رو هم بازداشت کردن. بعضیا گفتن تبعید شد، بعضیا میگن زندانی شد تا آخر عمر، چون میترسیدن بذر اون کینه دوباره سبز بشه. شهر نیشابور تا مدت‌ها تو ترس بود. مردم به بچه‌هاشون میگفتن تنها بازی نکن، غروب بیرون نمونن. یه سوال، فکر میکنی اون پسر از اول اینقدر بیرحم بود؟ یا کینه‌ای که از کشته شدن پدرش تو دلش کاشته شد اونو ساخت؟
خراسان اون سالها پر از خون بود. بعد از کشته شدن ابومسلم خراسانی شورش‌های زیادی شکل گرفت. اسم خراسان اون موقع یعنی خراسان با ترس گره خورده بود. این داستان فقط درباره یه قتل نیست، درباره اینه که نفرت وقتی تو دل یه نفر ریشه بدونه چی میسازه. به نظرت اگه سنباد زنده میمون سرنوشت پسرش فرق میکرد؟ بعضیا میگن فیروز قربانی سیاست بود، بعضیا میگن ذاتش تاریک بود. ولی یه چیز واضحه، اون روز چند تا خانواده برای همیشه سیاه‌پوش شدن و یه بچه با دستای کوچیکش اسم خودش رو تو تاریخ با خون نوشت. حالا تو بگو اگه جای اون حاکم بودی به خاطر سن کمش میبخشیدیش یا همون کار رو میکردی که کردن؟ این قصه یه افسانه نیست، تو دل تاریخ ثبت شده، تو سالهایی که قدرت ره نمیشناخت، که بچه بودن تضمین زنده موندن نبود. و شاید ترسناکترین بخشش اینه که همه چی از یه کینه شروع شد، کینه‌ای که از مرگ یه مرد تو بغداد شکل گرفت و تو کوچه های نیشابور با خون بچه ها تموم شد. برای دیدن روایت‌های واقعی و کامل ابومسلم و سنباد به دیدن ویدیوهای هر دوی این مشاهیر در همین کانال مراجعه کنید. پایان ویدیو لینک هاشونو براتون میذارم. اینجا ایران سراست، جایی که تاریک‌ترین صحنه‌های تاریخ ایران رو براتون بازگو می‌کنیم. اگه این روایت رو با دل و جون گوش دادی، لایک کن، سابسکرایب کن و اگه فکر می‌کنی بقیه هم باید این داستان رو بدونن براشون بفرست. اگه میخوای قصه های واقعی بیشتری از مشاهیر بزرگ ایران بشنوی، تو کامنت ها برام بنویس دلت میخواد برات زندگی نامه چه کسی رو تعریف کنم. حواست به تاریکی های تاریخ باشه و سوال اینه که کینه خطرناکتره یا قدرت؟ تا روایت بعدی، پاینده باد ایران و ایرانی.